توی ذهن تمام مردم یه انتظار هست، یه انتظار شیرین که شانس بالاخره در خونه ما رو هم میزنه. اما کی و کجا؟ شانس یه در سحرآمیز نیست که جلوت یه دفعه باز بشه. اصلا چه چیزی لازمه تا ما به اون آرزوهای خودمون برسیم؟ اون انتظار شیرین اسم دیگهش امیده. امید مثل یک پله است که تلاش برات میسازه تا تو بتونی از روی تمام مشکلاتت رد بشی. شانس اونطوری که تو فیلم‌ها میگن نیست که یهو از آسمون برات بیفته. شانس همون فرصتیه که وقتی داری سخت جون میکنی و تلاش میکنی یهو جلوی پات سبز میشه. ولی ما منتظر یه اتفاق بزرگ و ناگهانی هستیم. رسیدن به آرزوها به کی و کجا بستگی ندارن، به این ربط دارن که چقدر و چطوری براشون وقت میذاری. شانس اغلب تو لباس مبدل سراغت میاد، یه لباس سخت درست مثل لباس شوالیه ها. نترس، فقط چشاتو باز کن و موقعیتایی که توی مسیر قرار میگیرن حتی اگه کوچیک باشن رو ببین و از دست نده. این رو بدون که هیچ موفقیتی یه شبه به دست نمیاد. آرزوها نه با انتظار که با اراده پولادین و پشتکار خستگی ناپذیر شکل میگیرند و واقعیت زندگیت میشن. و مهمتر از همه باید ایمان داشته باشی. باید ایمان داشته باشی که لیاقت رسیدن به این آرزوهای شیرین رو داری. باید باور کنی که در خونه ما هم یه روزی باز میشه. اما نه به خاطر شانس، که به پاداش شجاعت و تلاشت. پس به جای اینکه دست و دست بذاری و منتظر در زدن شانس باشی، بهتر خودت درای فرصت رو باز کنی و با تکیه به توانایی خودت آرزوهاتو به واقعیت زندگی تبدیل کنی. و اینو بدون که از هر پلی که رد شدی، مثل اون قهرمانای 2 ماراتون، همیشه کسایی منتظر رسیدنت اونور پل ایستادن.